تصور کن تلویزیون خونت 3 سال روشن باشه اما صاحب خونه زنده نباشه. این خب موت خدا رحمتش کنه، ولی تلویزیون چه 2 سال روشن مونده؟ در دسامبر 2003 جویس وینسنت بی صدا توی آپارتمان کوچیکش در لندن جان سپرد. این اتفاق ناگوار احتمالاً بر اثر حمله آسم اتفاق افتاده. تلویزیونش روشن موند و نورش روی جعبه‌های کادو نشده کریسمس میافتاد. اگر تنها بودی کدوم چه دردش میخورده؟ خب شاید برای خودش گرفته. اجاره خونش همچنان از حساب بانکیش پرداخت می شده و همه چیز ظاهراً عادی بوده. روزها تبدیل به ماه‌ها شدن. نامه‌ها پشت در روی هم انباشته شدن. بوی ناخوشایندی توی راهرو میپیچید، اما همه اون رو به سطل زباله‌ها نسبت میدادند. صدای تلویزیونش توی هیاهوی بچه‌ها و نوجوانای ساختمون گم شده بود. هیچ کس سراغش رو نگرفت. نه تماسی، نه مهمونی، نه پرسجویی. وقتی که حساب بانکیش خالی شد و پرداخت‌ها متوقف شدن، با 6 ماه اجاره عقب افتاده و بیخبری کامل حکم تخلیه صادر شد. حتما پولتو میگیری بیناخ. در ژانویه 2006 وقتی ماموران برای اجرای حکم وارد خونه شدند، با صحنه تکون دهنده‌ای مواجه شدند. جسد جوین روی مبل در حالی که تلویزیون هنوز روشن بود. اون بیش از 2 سال بود که مرده بود. برای شادی روحش صلوات محمدی پسند فتح خانومم. بابت تک تک کامنت های قشنگی که برای اولین پستم گذاشتید از همتون ممنونم. دونه دونش رو میخوندم و قربون صدقت رو میرفتم تا جایی که مامانم فکر میکرد من دیوونه شدم. دوشنبه، چهارشنبه و جمعه هر هفته براتون پست میذارم. بدرود.